دوستانی عزیز سلام دوباره. ما فعلا قرار داریم در شهر بوردو. سیرگشت ما انشالله این روز آغاز گردید و میریم دیگه طرف ها و دیگه سمت های شهر تورو و بوردو، چون ما در بوردو ترانزیتی میریم دیگه طرف ها. گفتیم یک نوار بگیم داخل شهری بوردو با اهل شما دوستانی عزیز. یه مکه از خیابان های مرکزی این شهر. دوستان در شهر بوردو فعلا تومانای همه جاهای خوب دیده نمیشه و ما فعلا نزگریم از بالای دریای شهری بوردو که این طرف شهر و اون طرف شهر پیوست میکنن. و چند وقت پیش ما یک برنامه داشتیم، برنامه با شهر بوردو و این ساختمان شما میبینید، ساختمانی کشتی های که زیر آبی میسازن. اما او برنامه شبانه بود، تصویر خوب نبود. این روزانه هم این بنابار گفتیم همه زوادی که شما میبینید یا که تعمیر یا که ساختمان، اما زوادی پدوان لودک‌ها یا کشتی‌های زیر آبی می‌بردن که در وقتش هیتلر چند بار اینجا را بمبارد کرده بود است. خب این هم که معلوماتی که درباره این شرکت. خب دیگه طرف ساختمان، دیگه طرف خیابان و کوچه‌های شهر. بریم ما دیگه طرف سیر گشت این شهر. دوستان سیر گشت ما هنوز هم ادامه دارد. ما میریم نصیب باشه دیگه طرف های شهر. و دوستان گفتن همونه یک چیز جالبی دیگه میگن در همین شهر اگر رستوران تاجیکی گوشی دیگه بچه های تاجیک گوی که نصیب باشه اگر میریم اون طرف اگر بخواهن که مثلا در نوار بگیریم جو انشاءالله که رستورانش با نوار میگیریم و شاید یکی از اولین ها شده تاجیکا در فرانسه رستوران میکنن. انشاءالله که میریم اون طرف و شما را بازم خبر میکنیم و خبر میدیم که چیونه شروع کرد از برادر تاجیکی ما در فرانسه کار کردن. با ما بیمانید دوستان عزیز. اینم کوچه یکی از خیابان‌های مرکزی شهر و متاسفانه ما چی میگن با مقابل هفته رفتیم که نفرات هفته رفتیم منظره هایی که نمیفهم نمارای خوب نمیاد. ببینید چگونه شهری بوردو ساخته شده است. دیگه سالی نو به قریبی رو بی تمام میجوز سیمبول های سالی نو زده که این هم کوچه های این شهر. شهر بوردو هم با دوستان خیلی شهری کلان است. شهری توریستی شهری تماشاگاه هم دانشگاه بسیار داشته است، هم توریست بسیار است، گردشگر شهری زنده. مثلا امروز روز استراحتیه خیلی شهر پر آدم بود. فیلم پارلمنت شهر بوردو های چیزش ساختن ظاهری ساختمان شاید همین تقریبا سنتر باشه. سیتی مونسیپال بوردو هم گفته میخواد که پارلمنت شهری بوردو. و این طرف هم چندین موزه ها بوده، چندین
رستوران ها و بوتیک های دیگر. اینجا دوستان گالری شهر بوردو که متاسفانه امروز محکم های برای معلومات شما. اینجا شهری گالری شهر بوردو. خب میرم دیگه طرف های شهر. ایستگاهی بوس یا اتوبوس چگونه در شهر بوردو به طرف هم باید به سمت راست بگردیم. اینجا همه خونه ها قدیمه بوده است. خب دوستان عزیز اینجا با دیگه طرف های کوچه اومدیم. چونچ پیشتر ما یادآوری کردم یک بچه توجیک رستوران خوی کرده است. انشالله که نزدیکش دیدیم قریب چند دقیقه 2 دقیقه مونده است میرسیم. پارکینگ گفته است اونجا پارکینگ کنیم ماشین نزدیکش بعد برای من نزدیک با نوارو بگیریم رستوران برادران. با ما بیمانید. در شهر بوردو با غیر اتوبوس نمی‌فهم نگشت ترام یعنی ترالیبوس هم میگشت. خط ترالیبوس نه چی داره تراموای